مرکز مطبوعات ملی شهر دوشنبه روز 12 آگوست سال 2022 خبر داد که یک راننده اوپل برای داخلانه ویران کردن ترتیبات جمعیتی و اطرافیان را دشنام و عقارت قبیح دادن به 15 شبانه روز حبس مأموری محکوم کرده شده است. در خبر گفته می شود که اخیراً از جانب کارمندان ملی شهر دوشنبه شهروند رحمتوف اکمل سال تولدش 1987 استقامت کننده نویه خراسان ولایت ختلان راننده автомашین تمغه اوپل استرا رقم قید دولتیش 0709BB03 برای ویران نمودن ترتیبات جمعیتی دستگیر کرده شد. ضمن سنجش معین گردید که نامبرده صحنه 11 آگوست سال جاری تخمین ساعت 14:30 هنگام در نزد بازار سخاوت واقع در کوچه نعمت قره‌بایف نویه فردوسی قرار داشتند ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران نموده در برابر به قاعده ویرانکنی دست زدن همزمان با الفاظ قبیح شان و شرف اطرافیان را پس زده است. وابسته به حالت مذکور نسبت به رحمتوف اکمل پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده جهت چاره‌جویی به سود نویه فردوسی ارسال کرده شد. سود در نوبت خود نسبت به نامبرده جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 15 شبانه روز تطبیق نمود. گفته می شود در اطلاعیه ملیسای پایتخت تاجیکستان